برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که خلاصه خبرهای روزی 29 اکتبر در جهان و تاجیکستان را در آن نشر میکنیم. سلام بیننده عزیز، دوام 15 دقیقه این گزارش را داریم. حمله به خوابگاه مهاجران در ولایت مسکو. مقامات روس از بازداشت بیش از 500 مهاجر در 3 روز اخیر خبر دادند. یک پدری از خوجند میگوید مقامات مجبورش دارند که فرزند دانشجویش را از روسیه برگرداند و به ارتش فرستد. محترم جناب عالی فرمان ندادی که رفته تلوی مکتب دار یا والدینش دار. راه روسیه را نمیخواهیم. مخالفان گرجستان نتیجه های انتخابات پارلمانی را نپذیرفتند و با جانبدارانشان دست به تظاهرات زدند. من میخواهم که کشورم خود را از روسیه دور گرفته به سمت اروپا حرکت کند. گزارشی از وضع مهاجران میگویند حمله به خوابگاه آنها و بازداشت و اذیت و تحقیر آنها در روسیه به یک کاری معمولی مقامات روس تبدیل یافته است. در 3 روز اخیر مقامات روس از بازداشت بیش از 500 مهاجر از آسیای مرکزی خبر دادند. آنها ادعا دارند که در جستجوی مهاجران غیرقانونی هستند، ولی حامیان حقوق شیوه رفتار آنها را بدرفتاری و ملت‌گرایانه مینامند. همکارم شهلای گلخواجه گزارش دارد. صحنه از حمله پلیس به خوابگاه مهاجران در балашиховаи مسکو. کارمندان عمان با زور درها را شکستند. در نوار دیده می شود که مهاجران دستها به پشت به زمین خوابیدند. صحنه های بیرحمی که خود مقامات روسیه ثبت و پهن نمودند. حادثه شب 27 اکتبر رخ داده است. روسکای ابشینا، یک سازمان ملت‌گرای روس که مقامات را در چنین عملیات همراهی میکند، از بازداشت 100 مهاجر در این حمله خبر داده است. زنها هم استثنا نیستند. این سازمان ملت‌گرا گفته است نصف دستگیر شده ها جریمه و نسبت به برخی برای راه اندازی مهاجرت غیرقانونی پرونده جنایی باز شده است. بازداشت شده ها را مهاجران از آسیای مرکزی نامیدند، ولی حرف از تاجیک و تاجیکستانی شنیده می شود. اینجا باز کی تاجیک است؟ به این بگوید که چطور به روسیه آمد و به زبان روسی امتحان سپرد. این بازداشت ظاهراً آخری کار نیست. مقامات روس خبر دادند که روز 28 اکتبر باز 150 مهاجر دیگر را در بالاشیخه دستگیر کردند و برخی را برای سفربری به ارتش در کمیسریت حربی ثبت نام نمودند. اشاره که آن را همچون سفربری به جنگ اوکراین میفهمند. در حوزه کراسنویارسک در چنین عملیات در روز 28 اکتبر کارمندان کمیسریت حربی مقامات انتظامی را همراهی نمودند. در این عملیات حدود 230 مهاجر دیگر بازداشت شده است. پایان کار طبق معمول پس از فشار و اذیت، جریمه، اخراج به وطن یا سفربری به ارتش است. برای فشار و اذیت و وضع بد مهاجران انگشت انتقاد بیشتر به سوی حکومت تاجیکستان و روسیه بلند می شود که یکی هیچ تلاش برای بهبود شرایط مهاجران نمی کند و دیگری به مهاجرت غیرقانونی آگاهانه راه می دهد و نمایشکارانه مهاجران را همچون وسیله فشار، آزار و اذیت می دهد. عملی که سازمان های حامی حقوق بشر آن را نمونه بدترین پایمالشوی حقوق انسان می دانند و پایان آن همانا به نظر نمی رسد. برمیگردیم به تاجیکستان. پیوندان یک جوان تاجیک که در دانشگاه دولتی اورال کشور روسیه تحصیل میکنند از فشار مقامات حربی تاجیکستان شکایت دارند. آنها میگویند که با وجود آنکه پسرشان تحصیل میکند و حق دارد پس از تحصیل به ارتش برود، اما مقامات میخواهند که او از روسیه برگشته به خدمت برود. در کمیسریت نظامی در خوجند چی میگویند؟ فرزان محمدی گزارش میدهد. ما علاموار همین که به یگان اساس منی بچی منو برده. یک ساکن شهری خوجند ادعا دارد که تقریبا یک هفته باز کارمندان انتظامی عائله آنها را در تشویش گذاشته است. طلب کارمندان نظامی این بوده است که پسرش را برای ادای خدمت عسکری به کمیسریت حربی بیارد، ولی جوان بیرون از حدود تاجیکستان قرار داشته است. پسر من درسی میخواند آخه
ما گفتیم میخوانه تلفن کرد چند بار کمون و فکرم داد بوف میگه من فهمونم و همونجا نف فرقش نه بیاد خدمت کنه اردن تمام شد میامرمد میرد وای خدمت این خیلی خدمتی وای نمیکنه میرد یک سال خدمت وای خدا خود وراج وای ان شاء الله وای نوراج میشد بو عبدولی بابایف میگوید او را سنه 22 اکتبر تقریبا یک روز در بینه کمیسریت حربی نگاه داشتند. مسئولان کمیسریت در صحبت حضوری مسئله را شرح دادند و گفتند که این عملکرد آنها طبق قانون درباره عهدهداری حربی است. هر روز تلفن رفته در زده شکستاس این قریب که در اونها خریدگی باشن. هر روز بیا کارخانه زنه رفته من پسر من مکتب رفته به یگان اساس اونجا قانون نیست این چیز. محترم جناب عالی فرمان ندادین که رفته تلوی مکتب دار یا والدینش دار. محترم جناب این قانون نبرارین در کنستیتوسیا. یا رفته گران کراس موزین کسل لازم در پریمیر یک شود. من هر روز کارخانه گواش رفته یافته تیپ توسیا. حالا این خانواده با عریضه شکایتی شروع از اداره‌های دادستانی تا پرزیدنت تاجیکستان مراجعت کرده است. امیدوارند که این مناسبت کارمندان نظامی در دایره قانون حل و فصل می شود و برای کار و زندگیشان دیگر خلل وارد نمی گردد. هر سال در موسم تیر ماه و بهار با فرمان پرزیدنت تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی دعوت می شوند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می کنند، اما مواردهای سربازشکار و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان می گویند همچنین گزارش ها درباره لطوکوب و مرگ سربازان در قسم‌های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. سر میزنیم به گرجستان که آنجا بحث و دعوا سر نتیجه های انتخابات پارلمانی ادامه دارد و در آن حزب حاکم پیروزی به دست آورد. احزاب مخالف که به پارلمان هم راه یافتند میگویند به نتیجه هایی که مقامات انتخاباتی اعلام کردند باور ندارند. هزاران نفر دیروز با نشان اعتراض از نتیجه ها به مرکز تفلیس پایتخت گرجستان ریختند و در این باره همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. هزاران نفر از طرفداران مخالفان غربگرای حکومت در گرجستان دیروز در روبروی پارلمان جمع آمدند و بعضی به گفته خودشان رأی‌های دزدیده در انتخابات پارلمانی اعتراض کردند. در انتخابات روز 26 اکتبر که با ادعاها درباره تقلب و خشونت آلوده شد، حزب حاکم آرزوی گرجی‌ها با کسب 54% آرا پیروزی به دست آورد. رئیس جمهوری غربگرای گرجستان گفت نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و طرفدارانش را به اعتراض خواند. ناظران بین المللی گفتند که قبل از انتخابات و در روز رأی‌دهی ترسانیدن و تهدید و فشار بر رای دهندگان زیاد بود. ما شاهد موردهای زیادی لطوکوب آدمان و هر نوع فشار به آنها شدیم. من میخواهم که کشورم خود را از روسیه دور گرفته به سمت اروپا حرکت کند. اگر گرجی ها حالا تسلیم شوند آینده تاریک خواهند داشت. نخست وزیر گرجستان از حزب حاکم گفت که ادعاها درباره تقلبکاری در انتخابات دروغ است و نامنظمی در همه جا و هر کشور رخ می‌دهد. تمام 4 حزب مخالف و طرفدار اتحادیه اروپا که به پارلمان راه یافتند میگویند به نتیجه اعلام کرده مقامات باور ندارند. بعضیشان گفتند که به پارلمان نمی‌روند. امریکا و اتحادیه اروپا خواستند قانون شکنی‌های احتمالی در انتخابات تحقیق شود. فردا 30 اکتبر در کشورهای شوروی سابق روز یادبود قربانیان سرکوب‌های دوران استالینی است که 11 میلیون نفر جبر آن می‌کشیدند. این موضوع در تاجیکستان درست آموخته نشده است، ولی محققان مسائل حقوق بشر می‌گویند حادثه‌های 80 سال پیش امروز به نوع در تاجیکستان تکرار می‌شوند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش می‌دهد. در پایان سالهای 1930 تنها در تاجیکستان نکمتر از 15,000 نفر قربانی ماشین سرکوبگری استالینی شدند. دانشمندان، نویسندگان و حتی مؤسسان دولت شوروی. آن صحیفه های مدهش تاریخ در تاجیکستان تا حال پرره آموخته و قانون درباره سفید کردن قربانیان سرکوب‌های سیاسی قبول نشده است. حکومت امروزه تاجیکستان برای سرکوب‌های سیاسی مخالفان و منقدانش انتقاد می شود.
مسلم است که ما به سطح سرکوب‌های استالینی رسیده ایم و در تاجیکستان مشاهده کردن حادثه‌های اخیر بسیار رقت‌آور است. کمی قفاتر برویم می‌بینیم که تاجیکستان را بعد جنگ داخلی چون نمونه عبرت بنیاد یک جامعه بسیار حزبی ستایش کرده و وجود یگانه حزب نهضت اسلامی را در قلمرو آسیای مرکزی مثال می‌آوردند. بعد حمله 9 سپتامبر سال 2001 تاجیکستان را در افغانستان مثال آورده می‌گفتند که بعد سقوط کمونیسم توانست حزب‌های سیاسی دموکراتی را بنیاد کند. ولی بعد چی شد؟ بخصوص بعد سال 2015 ما شاهد سرکوب‌های فوق‌العاده شدیم. اصلا گفتن یک حرفی که خلاف با موقع حکومت است امکان ناپذیر شده است. اگر تو مخالف حکومت هستی دهانت را می‌بندند، یعنی به زندان می‌فرستند یا مجبور می‌کنند کشور را ترک بکنی. مقامات در تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی را رد کرده گفتند محکوم شده ها برای نقض کودکس جنایی پشت پنجره رفتند، ولی سازمان های حامی حقوق مثل خانه آزادی میگویند امروز ده ها فعال مدنی، خبرنگاران و بلاگران اعضای حزب و حرکت های سیاسی در زندان های تاجیکستان هستند و این نفران از شانس محاکمه های عادلانه و شفاف محروم شدند. با یک جمله بگویم به جزایی به پرزیدنت امامعلی رحمان امکانیت می‌دهد که سیاست بیرحمانه و سرکوبگرانش را نسبت به مناقضان حکومت ادامه بدهد، از بس که این عملهایش هیچ عاقبتی ندارند. مثلا در شکل جاری کردن تحریم مثل ندادن ویزا، آنگونه که حامیان حقوق دوام چندین سال است طلب دارند، این سیاست دوام می‌کند. نقش ژئوپلیتیک ظاهراً مهم است، همچنین سرحد طولانی تاجیکستان به افغانستان و توان رحمان برای فرار از مشکلات ژئوپلیتیکی و هم اینکه در خارج در پایتخت‌های آمریکا و اروپا خیلی کم درباره تاجیکستان فکر می‌کنند که همه این احتمالاً سبب چنین وضع شده است. نقش شریکان سیاسی و اقتصادی مثل روسیه و چین به باور تحلیلگران برای باز هم بیشتر شدن سرکوب‌ها سبب می شود. ساکنان دره یغناب در یکی از دوردست‌ترین منطقه‌های تاجیکستان از خطر نابود شدن زبان قدیمی‌شان نگرانند. ساکنان این منطقه کوهستانی با زبان یغنابی، یکی از زبان‌های قدیمی سوغدی، صحبت می‌کنند. رادیو آزادی درباره زبان یغنابی و خطری از بین رفتن آن مستندی تهیه کرد که پاره‌ای از آن را همراه می‌بینیم. این زبان ما شرب کرده گم شده خلا. دیگه اون کار ما اوج تمام سوای خوردگی اوج برهم خوردگی پیش وقت مثال نه که بود، مثال کمپیوتر قدیم همش که برفتن دیگه با هر یک باید دیگرگون شدن. آدما عروس شد سادیان، آدما فرزنداشون برده مکتب روسی به من سادیان. که وز نمیگون، بوز میگون. من همین خیلی باید ده کنیم مثال مقصد آوردیم ما. یا که کد برای نمیگون بیرون میگون. حالا در اینجا بجز از خرابه ها دیگر چیز باقی نمانده است. بیننده عزیز، فیلمی مستند درباره زبان شیرین یغنابی صبح 30 اکتبر در وبسایت رادیو آزادی و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های ما در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پخش می شود. سپاس برای همراهی. مطلب‌های جالب و دیدنی دیگر را در صفحه‌های ما در فیسبوک و تلگرام، ادنکلاسنیک و اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب و شبکه ایکس پیگیری کنید. خدا نگهدار.